باز همین طایفه باز ضعیف میباشه از پای، از کمر، از پای ضعیف میباشه. گوساله دوسر که در روستای کتخیل ولسوالی بلخ ولایت بلخ زاده شده است و باشندگان این ولسوالی را به حیرت انداخته است. هر یک از روستاییان درباره این رویداد شگفتی انگیز چیزی میگویند. گفته‌هایی که گاهی هم به گونه عجیبی به اوضاع سیاسی کنونی در کشور برمیخورند. هنوز کسی نمی‌داند که تنه این موجود از آن کدام سر است. اصلی می نیست؟ نه اصلی او است. اصلی ارتویشه گیره ایسو خوابی دیگه اصلی بیشه اون خوابی دیگه اصلی بیشه. شماری از طنز پردازان نیز در این باره چیزهای نوشته، گفته و حتی سروده‌اند. راهبر